حدیث جون، مانای عزیز، با شما این برای چالش تفاوت سن. خب با توجه به اینکه هر کدوم شما امسال وارد دهه جدیدی از زندگیتون شدین، یه سری سوالا آماده کردیم که حالا به صورت جداگانه از هم میپرسیم و شما رو به چالش میکشیم. اول لطف کنید هر کدوم بگید که چند ساله شدین؟ 30 چه؟ خب ممنون. دیگه از هم جدا میشیم، سوالها رو میپرسیم، در ادامه ببینیم چی میشه. Good luck. به نظرت سن یک عدده؟ برای چیزی که حتی نمیدونیم پایانش که یه سن، عدد، زمان، به نظر من توهمی بیش نیست. فقط مهم اینه که توی هر مقطعی که حالا سن میتونه یه معیاری براش باشه چه حسی داریم. مهم اینه که چقدر احساس رضایت میکنیم، چقدر افسوس داریم یا حالمون نسبت به اون شرایط چجوریه. وگرنه واقعا سن یه مقیاسه، فقط یک تعیین کننده، آره واقعا یه عدده. نه، خود واقعیته. خیلی دلم میخواد بدونم اینو کی اول گفته که سن یه عدده. نه، تفاوت خیلی دیگه واقعیته که وقتی که 20 سالته با وقتی که 30 سالته، با 40 سالگی، با 50 سالگی کلی تفاوت داره. اون دهه‌ها چرا باید یه عدد باشه؟ با ورود به این دهه زندگیتون تغییر خاصی تو خودت حس کردی؟ حالا چه فیزیکی، چه روحی، چه ذهنی که خیلی برات بولد باشه؟ تو 40 آره حس کردم. نمیدونم آروم شدنه یا بی تفاوت ترشان. یه سری مسائلی که قبلا برام خیلی اهمیت داشت مثلا الان نداره. بهش اسمشو گذاشت بلوغ فکریم. شاید من نمیتونم من بگم که اون قدم حالا بالغ شدم، عاقل شدم، ولی انگار که یه خورده از اون هیجانه و اون تمپویی که قبل داشتم خیلی کمتر شده و یکم احساس میکنم یواشتر شدم. این یه خورده رفتاری و فکریه. فیزیکی هم که بذار نگم. این پیرزن و زانو درد و نفس، ولی بیشتر آره فکری و روحی احساس میکنم. از نظر فیزیکی، از نظر ظاهری احساس کردم که اون هر چقدر که تا به اینجا سنم اومده بالاتر زیباتر شدم. پختگی که باعث شدش، پختگی که ایجاد شد باعث این شد که صورتم بیشتر جا بیفته. میگن خانوما تازه 30 شروع میکنن به اون پختگی ظاهری، یا خودم بهتر بلدم که چی بپوشم، چه رفتاری مثلا با ظاهرم داشته باشم. از نظر روحی، از نظر ذهنی به یه آرامشی، به یه ثباتی، به یه سکونی رسیدم و اینو کاملا اینجام احساس میکنم. قبل از ورودت به این دهه زندگی هیچ وقت هیچ نگرانی یا طرز فکر خاصی دربارش داشتی که بعدش مثلا حالا درست یا غلطش بهت اثبات بشه؟ همیشه سن 30 سالگی برام یه سن خیلی مهم بوده. وقتی بچه تر بودم اهمیت بزرگ شدن و به بچه دار شدن و ازدواج کردن میدیدم. همیشه فکر میکردم کسایی که بزرگ میشن مهمترین کاری که میکنن ازدواج کردن و بچه دار شدن. واسه همینم همیشه توی زندگیم خودم رو 30 سالگی بچه بغل میدیدم. همیشه احساس میکردم مادر شدن اون احساس بزرگی رو قراره بهم بده. با اینکه توی سن 30 سالگی شاید نمادین باشه این حرف، ولی حس بچه دار شدن رو داشتم، چون که خودم رو متولد کردم، خودم رو شناختم، مانا رو به دنیا آوردم، مانا رو بغل گرفتم. برای همینم یه جورایی رسیدم به اون چیزی که تصوراتشو میکردم. 30 سالگی برای من بزرگ شدن، برای من یه تجربه عجیب بود. تجربه شناختن خودم، به دنیا آوردن و بغل گرفتن خودم. حالا چون خیلی هم نگذشته، ولی آره من تقریبا از یه هفته 10 روز قبلش دچار اون افسردگیه و سندرومه و احساس میکردی که نصف بیشتر عمرت رفته و خیلی کارا میخواستی بکنی و نکردی، یا یه حس عقب موندگی. ولی
فکر کنم یه روز بعدش اون حسه همش رفت، یعنی یه حسی که تقریبا از یه ماه قبلش شروع شده بود دیگه، اوجش به یه هفته 10 روز قبل از تولدم بود، دقیقا روز فردای 40 سالگی دیگه اون حس رو نداشتم. یعنی انگار که وصل شد دیگه، 30 و 40 هم با یه روز یه دهه به هم دیگه وصل شد، اون حس کاملا رفت. سوالتو یه بار دیگه بگو. که گفتم قبل از ورود به این سن هیچ نگرانی یا طرز فکر خاصی که در موردش داشتی؟ مثلا اصلا یه جمله‌ای که از دیگرون شنیده باشی دربارش و این نگرانی یه چیزی بگم، ماها مخصوصا دهه ما، چون ما مامانامون رو دیدیم یا دهه زمان ما مامانای 40 ساله خیلی بزرگ بودن و نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تو دهه ما الان این اتفاق نمیفته. مثلا ماها مامانای خیلی بزرگه، حالا نمیخوام از اون کلمه استفاده کنم، ولی احساس میکنیم مثلا پیر شدن، احساس جوونی به مامان 40 ساله نداشتیم. شاید اون ترستون بود، ولی کامنتی که از بچه‌ها میگیرم، مثلا هانا به میگه که تو خیلی مامان کول و بامزه‌ای هستی. یه چند بار مثلا برام یه چیزایی نوشته، یعنی همش توی چیزش این رو داره، واسه همین اون حسی که تو یه مامان بزرگی و دیگه مثلا تو 40 سالگی یه مامان شاید یکم پیر باشی رو ندارم. من به واسطه بچه‌هام نداشتم. اونم فکر میکنم به خاطر نمیدونم چه اتفاقی افتاده، تغذیه است، دنیا چیش عوض شد که انقدر تاثیرگذار بود که مثلا الان یه خانم چه میدونم دهه 70 اگر 40 سالش بود، دهه 60 میلادی حالا 40 سالش بود، با دهه‌های ما که 80 هستیم 40 ساله ها قیافه خیلی فرق میکنه. اگه بخوام برای من یک جمله در وصف 40 سالگی بگین چی میگی؟ این چیز قدیم بود، هرچی کاشتی حالا میخوای برداشت کنی. احساس میکنم که الان وقت برداشت. امیدوارم محصول خوبی باشه که از برداشتش خوشحال بشم. نمیدونم، مثل یه چیز دیگه این دونه در بسته است، از اینجا به بعدشم باز نمیدونید چه خبره، ولی واسهش آماده ای حداقل. تکلیفم با خودم روشن‌تره، حالم با خودم بهتره، از اون دگرگونی، اون آشفتگی، از اون چنگ زدن به هر کس و هر چیزی برای پیدا کردن احساس خوشبختی، برای پیدا کردن روی ریل افتادن قطارم، احساس میکنم از اون بحبوحه، از اون شلوغی در اومدم. حداقل میدونم که توی این لحظه، توی این زمان چه چیزی خوشحالم میکنه. خودم برای خودم جایگاه مهمتری گرفتم. زندگیم خیلی با آرامش و خیلی لذت بخشتر شده برام. حس و حال این 30 سالگیت رو بیشتر دوست داری یا دهه قبلش رو؟ 100% احساس میکنم که 30 سالگی برام جذابتر باشه. البته خب خیلی اولش هم نمیدونم، یه 10 سال دارم، ولی فکر میکنم که 30 سالگی برام خیلی جذابتره، چون خیلی سنجیده تر، منطقی تر، درست تر، عقلانی تر تصمیم میگیرم برای زندگی. حس و حال 40 سالگی رو بیشتر دوست داری یا دهه قبل؟ آخه من کلا برگشت به عقب رو دوست ندارم. اینکه بعدش هم تازه تو شروعشم، یعنی من نمیدونم که 40 سالگی قرار چه اتفاقی بیفته که ببینم که تو این دهه خوشحال‌تر بودم یا دهه قبل. برای همین این سوال بعد یه چند سال دیگه ازم بپرسید. بزرگترین تغییری که ورود به این سن توی شما ایجاد کرد چی بود؟ فکر میکنم همون حس رهاییه و یه خورده آروم شدنه و قبول کردن یه سری چیزا که قبلا نمیتونستی قبولش کنی، و فکر میکنم اینا باشه. پذیرش. بزرگترین تغییری که ایجاد کرد همینی که از اون آشفتگی و اون دگرگونی، اون که نمیدونستم میخوام چیکار کنم، چنگ به هر چیزی میزدم، در اومدم. یه کوچولو منطقی تر فکر میکنم، یه کوچولو به یه رهایی بیشتری رسیدم، چیزی که همیشه طلبشو میکردم. تمام این جوابایی که دارم میگم کاملا شخصیه، قرار نیستش که تمام 30 ساله ها اینجوری باشن، ولی احساس میکنم که تا یه درصد زیادیش واقعا 30 ساله ها به یه سکونی میرسن، به یه
جنبندی از 30 سال گذشته میرسن، تجربیاتشون رو میارن برای اینکه هدفمندتر و درستتر تصمیمات زندگیشون رو بگیرن. قبل از ورود به این دهه زندگیت آیا 30 سالگی به نظر ترسناک بود؟ قبل از ورود نمی ترسیدم ازش. شاید اون نشناختنه، شاید اون خیلی برام یه حباب عجیبی بود که نمیدونستم قرار واقعا وارد چی بشم، ولی نمی ترسیدم ازش. میدونستم قرار یک اتفاق متفاوتی برام بیفته، نمیدونستم چیه واقعا، ولی ترس نبود. ولی الان که واردش شدم، هم نه که نمی ترسم، عاشقانه بغلش میخوام بکنم و از این دهم لذت ببرم. قبل از ورود به این دهه زندگیت آیا 40 سالگی برات ترسناک بود؟ خیلی خیلی نمیدونم چرا یه عدد خیلی وحشتناک، اسمش خورده ترسناکه. یعنی احساس کنم خیلی عدد بزرگیه، مثلا 50 فکر نمی‌کنم انقدر ترسناک باشه که 40 عددش یه جوریه. ترسناک بود. آره. الانم میترسم. حالا تازه اول راه دیگه. بعد ببینیم چه شکلی میشه که آیا واقعا ترسناک بود یا واقعا خیلی قشنگ بود. تصور اشتباه بود یا واقعی بود. کاری است که فکر کنید توی این دهه زندگی مناسب نیست انجام دادنش، چه حالا از بعد اجتماعی چه اون شخصی، هر موضوعی که فکر کنید یک خانم 40 ساله نباید انجامش بده؟ دقیقاً این جواب همون سوالم یه خورده وابسته به اون میشه که گفتم سن یه عدد نیست. چون به اون اعتقاد دارم قطعاً یه سری کارا رو و یه سری رفتارها، یه سری تصمیما رو توی این سن نمیگیرم یا الان میگیرم. تصمیمی که مثلا نمیتونستم توی دهه‌های قبل زندگیم بگیرم رو الان خیلی قاطعانه تر فکر میکنم میتونم. یه سری کارام تو اون دهه‌ها میشد کرد، الان نمیتونم انجامش بدم. یعنی این چون من به اون اعتقاد دارم که سن یه عدد نیست یا واقعیه، به خاطر همینم با توجه به اینکه همه میگن که نه هر کاری هیچ وقت دیر نیست برای شروعش یا هر کاری رو تو هر سنی میشه انجام، مخصوصا این سوشیال مدیا که خیلی داره نشون میده که مثلا یه خانم 70 ساله یه کار شگفت انگیزی کرده، خب اون به نظر من به خاطر این نشون داده میشه که خب یه خورده از نرم خارجه دیگه. پس اگر بخوای به نرم رفتار کنی، آره یه سری کارا رو نمیشه تو این سن انجام داد، یه سری رفتارا رو نمیشه کرد، واسه یه سری تصمیما خیلی دیره. نسبت به حال هوایی که امروز دارم احساس میکنم که خیلی جسورانه تر میتونم اتفاقا خیلی تصمیما رو بگیرم. قبلا خیلی با ترس بیشتری تصمیم گیری میکردم یا خیلی نمیدونستم دارم چی کار میکنم. الان بیشترین چیزی که فقط احساس میکنم که مناسب من نیست، نه اینکه مناسبم نباشه، تصمیمم بر اینه که از اینجا به بعد اینجوری زندگی کنم، اینه که خیلی بی‌محابا تصمیم نگیرم، خیلی انرژیم و وقتم و صرف همه چیز نکنم، خیلی سنجیده تر تصمیم بگیرم. اونو فقط برای اینکه برای وقتم، برای انرژیم، برای خودم ارزش بیشتری قائلم، نه اینکه از بیرون قراره چی بگم و به خاطر گفته های مردم برای اتفاقات و برای ترسام نخوام اون کارو بکنم. فقط دوست دارم سنجیده تر تصمیم بگیرم، عقلانی تر، یک کوچولو با صبوری بیشتر، تو لحظه هیجانی تصمیم نگیرم که بتونم دهه خیلی قشنگتری رو سپری کنم. خب من یه سری احساسات رو میگم از 1 تا 10 با توجه به میزان اهمیتشون الان توی این موقع زندگیت به من نمره بده بهشون. پشیمونی 0، با جسارت میگم 0، به خاطر اینکه تمام چیزایی که توی زندگیم، تمام انتخابات اشتباهم، تمام وقتایی که تلف کردم از دیدگاه خودم، تمام تصمیماتم و 100% پشتشون وای میسم، عاشقشونم، به خاطر اینکه این چیزی که الان هستم و ساختن و این چیزی که الان هستم و واقعا دوست دارم. از 1 تا 10 بله. چقدر پشیمونم؟ 3. افسوس فکر کنم یکم چه سوالی. افسوس 5.
افسوس اگر 1-2 سال پیش با آگاهی 1-2 سال پیشم ازم میپرسیدن چرا افسوس داشتم از اینکه دانشگاه نرفتم یا رابطه خوبی با پدرم نداشتم، ولی الان با آگاهی امروزم، چون که باور دارم هر چیزی که هستم تشکیل شده از تمام اون تصمیماتمه، واقعا افسوسم هم 0، چون این چیزی که هستم خیلی دوست دارم. امید 9-10، چون که خیلی با مواجهه شدن با مانایی که هست تواناییاشو بیشتر شناختم و خیلی جسورانه تر آماده ساختن یه زندگیم. تازه فهمیدم که امید چیز خوبی نیست. به خاطر همین که کتابم معرفی کردیم تو راویه دیار راجع به این موضوع. آره، امید زیاد چیز خوبی نیست و ترجیح میدم نداشته باشم زیاد. حالا 3 داشته باشم ولی زیاد نداشته باشم. عشق بهش چند نمره میدم الان؟ 8. 10. واقعا عاشقم، عاشق خودمم، عاشق خودمم، عاشق زندگیمم. خانواده 5. 10. اصلا بدون شک واقعا 10. کاش بیشتر داشت، عدد بیشتر رو میتونم بدم. مهمترینش به نظر من اینه. استقلال آخه دیگه بعد یه سری چیزا خیلی یعنی اون روند زندگی یه جوری میبرد جلو که مسئولیت بچه ها، زندگی، کار، همسر، اینا شاید بر من یه خورده اهمیت استقلال کم شده. یعنی تا یه تایمی خیلی برام مهم بود، مخصوصا تو دهه 30 زندگیم، خیلی اون استقلال شخصی رو داشتن، حالا به هر نحوش برام خیلی مهم بود. الان شاید به خاطر اینکه میکس شده با فداکاری و خودگذشتگی های مادران شاید دیگه من بهش الان 5 بدم. استقلال 6 7، چون همیشه توی زندگیم واقعیت یه یار کمکی داشتم. همیشه توی زندگیم یا دوست خوب یا دوست پسر خوب، یه اشخاص خیلی مهم خوبی به کمکم اومدن و همیشه تک و تنها استقلال 100% نبودم. ولی الان توی سن 30 سالگی یکی از چیزایی که واقعا خیلی دوست دارم بیشتر روش کار بکنم استقلاله، به خاطر این که تصمیمات زندگیمو بر مبنای ضعفام و نیازام نگیرم. به تنهایی چون متوجه شدم تنهایی میتونم از پس همه چی بر بیام، به اون چیزایی که دوست دارم توی زندگیم برسم، بعد تصمیم بگیرم که چه کسایی توی زندگیم باشن یا حتی حذف بشن. بزرگترین آرزو توی این سن چیه؟ بزرگترین آرزوم اینه که بی آرزو بشم، رها بشم و همون چیزی که هست همون جوری که هست و بپذیرم و فقط شاهد باشم، چون مطمئنم اون خودش همه چی و برام همون جوری که هست، همون جوری که درسته برنامه ریزی کرده و من دوست دارم واقعا از برنامه ریزیش، از همون چیزی که برام ساخته فقط لذت ببرم و رها، شاهد زندگی کنم. آرزوم برآورده شدن آرزوی بچه‌هامه. دیگه برای خودم آرزویی ندارم. جالبترین کامنتی که از بقیه در مورد سنت گرفتی و چقدر واقعیت داشت؟ حالا چه قبلش، چه زمانی که تولدت بود و حالا یا بعدش؟ این که بهت نمیاد ولی خودم احساس میکنم خیلی میاد. ولی جالبترین چیزی که گرفتم
این بود که تو که دیگه همه کاراتو کردی خوش به حالت، تو 40 سالگی به همه آرزوات رسیدی، نمیدونم چی بیرون میبینن که این حس رو دادم به بقیه. ولی از نگاه اطرافیانم من همه هدفها و آرزوها و کارهایی که میخواستم و انگار کردم. ولی اینطوری نیست. یکی بهم گفت پیر شدی یا؟ ولی من تازه اول جوونیمه. تازه میخوام از زندگی با تمام تجربیاتم، با تمام هر چیزی که دارم لذت ببرم. پیر شدم؟ نه اصلا. و به عنوان آخرین سوال مانا جون، بزرگترین تغییری که 30 سالگی در مانا ایجاد کرد چی بود؟ خیلی درونی تر شدم. همیشه انگشت اشارم به بیرون بود برای هر چیزی، برای پیدا کردن آرامش، برای تفریح، لذت، برای خوشبختی، برای هر چیزی پیشرفت، همش به بیرون نگاه میکردم، دنبال همه چی بیرون بودم. انگشت اشارم به درون خودم اومد. الان مسئولیت تمام زندگیم با خودمه، مسئولیت تمام برخوردهای حتی دیگران رو خودم میبینم، مسئولیت بالا و پایین رفتنم خودم میبینم. یعنی قشنگ اینجوری دور برگردون و دور زدم، برگشتم به خودم. بزرگترین تغییری که 40 سالگی در حدیث ایجاد کرد چی بود؟ اینو جوابشو نمیدم که پیش چیزی نگفته باشم. سعی میکنم با عمل نشون بدم و احساس میکنم که دیار بتونه نشون بده. چون اون تغییره که میخواستم قدم اولش دیار بود. امیدوارم که اون چیزی که دنبالشم و توی ذهنم هستش توی این مسیر بتونم نشونش بدم. یعنی این قدم رو برداشتم برای اون تغییره. امیدوارم که پسش بردارم.